بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم جناب انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا محمد از یزد، بفرمایید. حال شما خوب آقا انصاری؟ سلامت باشید. به حضور شما عرض کنم که یکی دو تا کلیپی که پخش کردید البته ما قابل اشکال هر دوتاش ما قبول نداریم، ولی این آخونده که میگفت که امام اراده میکنه بعد خداوند رو ارادش اراده میکنه، شما فرمودید که این ارادش یعنی خدا یه اراده میکنه، ایشون برتر از خدا اراده میکنه. البته حرفش اشتباه هستش، ما قبول داریم، درست. ولی شما هم اینجا یه خورده نمکش رو زیاد کردید، یعنی فرمودید که ایشون خدا یه اراده میکنه بعد ایشون اراده میکنه خدا ارادش برمیگرده. کلیپ دومی تایید صحبت‌های من بود. من اشاره من به کلیپ دومی بود که پخش کردیم که آقای حایری رو الله سبحانه و تعالی میخواست جانش رو بگیره، امام حسین یک فرشته رو فرستاد گفت من از طرف امام حسین هستم شما برگردید. یعنی تناقض در این حرف آقای اصفهانی فکر کنم ایشون که اون دو ملکی که از طرف الله سبحانه و تعالی اومده بودند اینها خبر نبودن که امام حسین رفته از خدا برای ایشون عمر گرفته، یا الله سبحانه و تعالی وقتی که عمر اضافه داده بود با آقای حایری چرا این دو تا ملک رو فرستاد؟ یعنی تناقض در تناقض است. من تعجب میکنم که چطور اشتباه است. ببینید وقتی که وقتی دو تا ملک میان نمیشه یکیش بدونه چه ساعتیه یکیش ندونه چه ساعتیه، این که حرف اشتباه هستش. این اصلا نگاه کنید یه نفر اینا ساخته، میدونید چرا؟ چون از خود آقای حایری نقل نشد. این اولش گفت که من شنیدم از یه جایی که از یکی شنیده بود، بعد من خودم اینا در مسجد فلان تو نماز جمعه فلان اینا شنیدم، یعنی 7-8 از گشته تا به اینشون رسیده. اون یه نفر این داستان سازی ها رو کرده، مشخصه این اصلا. نه ایشون میگفت که در کتاب اومده، ایشون میگفت در کتاب اومده و کتابم در بازار موجود است. آقا محمد بزرگوار، من ببینید الان در جمهوری اسلامی به اصطلاح یکی از خطبای اهل سنت اگر به مجرد اینکه یک تمجیدی بکنه از یکی از شخصیت هایی که به اصطلاح شیعه بدشون میاد دادگاه ویژه روحانیت میبره و مورد بازخواست قرار میگیره، مثلا در صفحه شخصیش در فیسبوک یا در سایتش چیزی بنویسه، در همون روز زنگ بهش میزنن احضارش میکنن به دادگاه ویژه روحانیت و خلاصه بازخواست میشه و اگر یعنی خواستن زندانش میکنن تا اعدام هم که رسیده. من در تعجبم که در این سایه این نظام این خطبا که یکی دوتا نیستن، آقای امین اصفهانی است، آقای یوسفی است، آقای موسوی است، آقای دانشمند است، یعنی زیادن از این کسایی که از این چرندیات میگن. خب چرا نظام جلوی اینها رو نمیگیره؟ چون اینها الان این عرفها رو نسبت میدن به الله و رسولش و شما میدونید که یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که عمدن به من دروغ ببنده باید جایگاه خودش رو در دوزخ انتخاب بکنه. حالا دروغ بستن به ائمه اهل بیت، دروغ بستن به صحابه، دروغ بستن به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرق نمیکنه. چه نیازی داریم که ما دینمون رو با دروغ و تلبیس و با این خزعبلات پخش بکنیم در بین مردم؟ بله این حرفایی که شما میفرمایید متاسفانه هستش، ولی چیزی که هست اینا از قدیم الایام بوده، حتی در زمان خود پهلوی میدونید اینا شدت و کارشون زیادتر بود، حتی مثلا در اون موقع عمرکشون مثلا خیلی رواج داشت. درست. در زمان پهلوی میگم، الان این برنامه ها نیست، اینا کاملا پنهانی است. ولی خب حالا پنهانی که دیگه شما نمیتونید، چون به صورت که مثلا فرض کنید رسمی باشه دو این برنامه ها جلوگیری میکنن، حتی در فرض کنید تریبونای رسمی کسی علنا اهانتی نمیکنه، خوشبختانه جلوشون رو گرفتن، ولی به هر صورت اینا از قدیم بودن، مثل آقای علایاری که همینطوری خارج از کشور و هر چی دلش میخواد میگه و هر برنامه‌ای برای خودش داره ایشون. اینا چیزی هستش که شما آقا محمد من شما رو یعنی انسان عاقل و یعنی منطقی یافتم در طول صحبت‌هایی که با من داشتین تو این برنامه، اما گاهی اوقات سعی میکنید به شکلی از اشکال دفاع بکنید. چی میشه که شما هم صدا بشید، مثلا شما به عنوان یک شخص شیعه که یعنی دوست دارید که مذهب شیعه از این خرافات از این خزعبلات پاک بشه و ما هم دوست داریم، یعنی
اون شیعه‌ای که لعن نکنه، توهین نکنه به صحابه و با همسران پیامبر، والله الذی لا اله الا هو، ما برادر خودمون میدونیم. اون شیعه‌ای که شرک نورزه، ما برادر مؤمن و مسلمان خودمون میدونیم و یقین داریم که اگر شرک نورزه، اگر لعن و نفرین نکنه، وارد بهشت میشه. میدونید که ما تقیم نداریم، یعنی این حرفی که میزنیم حرف دلمون هست. شما در این راه چرا گام بر نمیدارید؟ ما که دیگه شما میدونید، ما برنامه شما که جای خود داره، ولی خدا میدونه ما همیشه حرف حق زدیم، یعنی همیشه دنبال بودیم که مثلا در رابطه با ام المؤمنین عایشه، ما با الله یاری خدا میدونه که چه حرفایی به ما زد، چه نسبتایی به ما داد. من بهش گفتم آقا این کفره، یعنی قرآن میگه مثلا ام المؤمنین، شما میگی ام الفاسقین، شما کافری دیگه نسبت به قرآن. آقا ام المؤمنین زنان حضرت رسول الله هر کاری کرده باشن، گناه کرده باشن، نکرده باشن، هر جوری باشه، پروردگار فرموده اینا ام المؤمنین. شما حق نداری بگی اینا مثلا ام الفاسقین، میشی کافر دیگه. بالاتر از این نمیتونیم بگیم که تو شبکه سراسری. خب این اعتقاد که دیگه، این اعتقاد بلا استثناء همه آخوندا این اعتقاد دارن. همین آقای قزوینی که این همه ادعا داره، ما کلیپشو پخش کردیم، ایشون هم حرفای خیلی رکیک در مورد ام المؤمنین عایشه زده. البته ایشون آقای قزوینی، حالا انصافا ما یه دفعه ما دیدیم که ایشون میگه مثلا از یه بابای نقل میکنه، خودشون هم معتقدن که من اینجوری که شما من دیدم نیست، مثلا کل کلیپ رو اگر پخش کنید ایشون میگه من از یکی نقل کردم. ولی الان هم که ما میبینیم نه، خودشون بعد میگه که کسی که چیزی رو نقل بکنه و رد نکنه یعنی خودش قبول داره. نه دیگه الان داره رد میکنه، میگه هر کی اهانت کنه نکرد، رد نکرد. آقا انصاری ببینید نه. میگه که جزاش گناه نابخشودنیه، گناه نه، میگه که عایشه علیاذ بالله، میگه عایشه توف سربالاست، شما همینو بیارید که رد کرده باشه. خب نگاه کنید شما همینا، اتفاقا یه دفعه بنده خدا توضیح داد، شما شاید این ضرب المثل رو ندونید. توف سربالا یعنی اینی که خودمونیه، یعنی شما مثلا اگر به داداشتون یه نه، یعنی اینکه این بد است منتها اگر من بدشو بگم توف سربالاست. این ضرب المثل رو ما هم میدونیم آقا محمد. نه نگاه کنید، این ضرب المثل از هر که شما میخواد سوال کنید. شما مثلا اگر که فامیل، دوست، آشنا، یه چیزی که منتسب به خود شماست، اگر شما بهش بدیشو بگید یعنی به خودتون دارید بد میگید. ایشون هم میگه من اگر به عایشه چیزی بگم یعنی به خودم دارم بد میگم. خب این حرفو کی میگه؟ این حرفو کی میگه؟ میگه که عایشه نقل میکنه از کسی، العیاذ بالله میگه که عایشه سراپا شر است و این توف سرباز. بله شنیدم. و رد نکرد این حرفی رو که نقل کرد، رد نکرد و طبق قاعده‌ای که ما کلیپ خودشون رو پخش کردیم که میگه که اگر کسی چیزی رو نقل کرد و رد نکرد یعنی که قبول داره. خب نگاه کنید آقای انصاری، البته خدا انصاف داشته باشید یه خورده. من اینی که دیدم آقای قزوینی، این همین یه چیزی هست که شما همیشه میگذارید اینا، ولی ایشون خودشون هم اشاره کرد که من از یه نفر نقل قول کردم و اینا سانسور کردن، مثلا عقب جلو کردن از این منو. ابدا نکردیم. بابا چرا پخش نمی‌کنن؟ گوش کنید آقا محمد. گاهی اوقات دیدید که کلیپ هایی رو که مثلا بخوان تلبیس بکنن از من پخش میکنن، شطرنجی میکنن، پخش میکنن. حالا این کلیپ رو میگه که جلو عقب کردیم ما. من همینجا جلوی شما و همه بینندگان که دارن میبینن این برنامه رو، من تحدی میکنم شبکه ولایت رو که همون کلیپ ما رو پخش بکنن و کلیپی رو که جلو عقب نشده رو پخش بکنن تا قضاوت هم میگذاریم به بینندگان. چرا پخش نمیکنن؟ والا من اصلا خدا میدونه که هیچ رابطه ای اصلا با شبکه ولایت ندارم، کسی هم حرف ما رو نمیخونه، فقط هم برنامه‌ای که صحبت بکنیم ایشون اگر متوجه بشن کارگزاران شبکه ولایت. ولی حالا به هر صورت اینا آدمایی دارن که میان رو خط، شما به آنها بگید. تشکر از شما. خیلی از شما ممنون هستیم. نخواستم که فقط من اینا رو دیدم تعجب کردم که ما اکثر خرافیاتمون که منتقل میشه به ما مثلا بابت مقدسات فلان و اینا از خودشون نیست، همه 4-5 تا پشت سر هم نقل میکنن که فلانی به فلانی گفت و فلانی از فلانی و آقا محمد سر هم میکنن میگن. من از شما بپرسم که همین روایاتی که در کتابای شما اومده که
عمر آمد در خانه رو شکست و حضرت فاطمه رو زخمی کرد و سقط جنین شد و علی اومد باش گلاویز شد و میخواست بزنه و فلان از این حرفا. آیا شما اعتقاد دارید به این حرفا؟ ببینید من اعتقاد اینه که شخص مشخصی باشه، مثلا خلیفه دوم که اومده در شکسته و عمدن زده باشه به فلان و اینا و میخ زده باشن اینا رو من به هر صورت نمیتونم قبول کنم. ولی آتش زدن در من قبول دارم، من دروغ نمیگم، ولی منتسب نمی کنم که فرض کنید که حالا مثلا شخص مشخصی اومده این کار کرده، کتک زده این برنامه. آقا در آتش زدن خیلی طبیعی، در آتش زدن، چون خود خلیفه دوم حدیث‌های صحیح هست تا تهدید کردن هستش که من در این خونه را با این آتش میزنم درا. تا اینجا هستش که نقل هست و اهل سنت هم هست. ولی شیعیان حالا اینا رو میگن که مثلا قنفذ و از این صحبت ها که از این برنامه ها، من اون حقیقتا البته یک چیزی رو من تصحیح بکنم آقا محمد، یک چیزی رو تصحیح بکنم که نه شیعه نه سنی هیچ روایت صحیح در مورد آتش زدن ندارند. این آقای قزوینی خودش اعتراف کرد تو شبکه المستقل، ما کلیپش هم بارا پخش کردیم. حالا نگاه کنید اونی که در آتش زده، این که به هر حال در آتش زده شده، مطالعه کی آتش زده شده؟ اونجا بلواشور بوده دیگه، سربازا اومده بودن میخواستن مثلا خب این برنامه پیاده کنن و این آتش تند بوده دیگه. یکی هم پشت در حضرت زهرا اومدن پشت در، این که میگن حضرت علی نشسته بوده، چرا حضرت زهرا اومده؟ برای که حرف گوششون نمیرفته. حضرت زهرا بیشتر نفوذ کلام داشتن تا امیرالمومنین. کسی هم شاید خبر نداشته مثلا اگر این در فشار بدن بخوره به حضرت زهرا. این میشه فکری که مثلا حالا تو نظر من هست. اینه که مثلا یه سربازی یه کسی مشخصی ما اطلاع نداریم، لگدی که کوبیدن به در حضرت زهرا صحبت میکردن بالاخره. چون آقا محمد شما گفتید در این مورد روایت های صحیح وجود داره، ما حالا بر اساس خیالات نمیتونیم این مسائل رو ثابت بکنیم. شما یکی از این روایتایی که تا اونجایی که خلیفه دوم تهدید میکنن به آتش زدن اینا هستش. منم در این رابطه اصلا وارد بحث نمیشم، اصلا کار ندارم به این، یعنی واقعا کار من نیست. من روایت‌های بخاری و مسلم و اینا رو خوب میدونم، ولی روایت‌هایی که مثلا از کتاب‌های فلانی بیارم اینا رو زیاد تحقیق نکردم و همینطوری ذهنی خودم میدونم. تا اونجایی که اطلاع دارم اینه که در کوبیده، من اعتقادم هم بر اینه که در آتش زدن، لگدم به در خورده، درم شکسته شده ناخواسته، حالا من نمیگم عمدن ولی در خورده دیگه، حالا میخ داشته اینا دروغه که مثلا 5 سال میخ فرو رفت و اینا قابل قبول نیست، ولی در شکسته شده در حد معقول خورده به حضرت زهرا. این بحثی توش نیست، این که دیگه هست. حالا کی زده چی شده این عقیده شما است. هیچ روایت صحیح نه در نزد اهل سنت و نه در نزد شیعه، هیچ روایت صحیح در مورد این که کسی اومده باشه در آتش زده باشه یا در شکسته باشه یا حضرت فاطمه رو زخمی کرده باشه وجود نداره. اگر روایت صحیح هست بفرمایید. نه من عرض کردم من این روایت رو باید خلاصه اونا که دستم در کار هستن اون روایت رو بیارن. من زیاد اصلا وارد نمیشم، اصلا هیچ موقع اگه شما از من سوال نکرده بودید من هیچ موقعی نه تو این بحثا وارد میشم. تشکر آقا محمد از شما. نمی‌باشون بحثا آقای انصاری بحثایی نیست که فکر میکنم که خیلی مضره، یعنی این بحثایی هستش که حالا متاسفانه همین بحثای مضر در شبکه‌های شیعه خواستن در شبکه ولایت صورت میگیره. خب نگاه کنید آخر بالاخره شواهد تاریخی در اون حدی که گفته میشه خب لازمه. من فکر نمیکنم که مثلا چیز، ولی اینکه غلو میکنن مثلا در اون حد که آقا میخ داشته و مثلا اون برنامه و اون حرفا و اینا به هر حال زیادی به نظر تشکر از شما. به هر حال دست شما درد نکنه، ببخشید ما وقتتون رو گرفتیم. سلامت باشید. دست شما درد نکنه، سلامت باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. من در این مورد در مورد قضیه شهادت یا وفات حضرت فاطمه و اینکه چرا این خزعبلات و دروغ‌ها در شبکه‌های معروف شیعه که به اصطلاح ادعا دارن که 200 تا مرجع و نمیدونم فلان و
در اونجا مشغول تحقیق و مطالعه و این مسائل هستن، چرا در این شبکه‌ها این مسائل پخش میشه و چرا اینها میان این خزعبلات و این دروغ ها رو به خورد شیعیان میدن. من کلیپی دارم در این مورد که خدمت شما عزیزان پخش میکنم، ببینید که وضعیت این آخوندها و دروغها و خیانت‌هایی که اینها دارند تا چند اندازه خراب است. دوستان صدا تصویر داشته باشن. و دعا عمر بالنار، خلیفه دوم آتش خواست و خانه را با آتش زد. ان حضرت زهرا آمد و فریاد درآورد یا ابتا یا رسول الله. خلیفه دوم شمشیر رو برای شما عرض کنم زد. حضرت ناله زد. فوسب علیون، علی ابن ابی طالب برخاست و جهش کرد. فاخذ بطلابیبه، کمربند عمر را گرفت. ثم نتره فسرعه و وجع انفه و رقبته، کمربند او را گرفت و محکم زد و با مش بر دماغ او زد و گردن او را زد و همه به قتله، تصمیم گرفت که عمر را بکشه. یادش آمد که پیغمبر اکرم فرموده بود بر اینکه بعد از من با اینها مدارا کن. وقتی که وصیت پیغمبر بیاد او آمد، امیر المؤمنین سلام الله علیه دست کشید. این عقیده شیعه هست. میگه این عقیده شیعه است. احمد جان زوم بکن روی این کتاب، از کجا این حرف ایشون نقل میکنه؟ کتاب سلیم ابن قیس الهلالی، صفحه 568. کتاب سلیم بن قیس الهلالی. همونطوری که من عرض کردم خدمتتون، هیچ روایت صحیح اینا ندارن در اثبات اینکه فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شده و اینکه حضرت علی اومده باشه و دفاع کرده باشه و اینا همه خزعبلات و دروغایی است که این آخوندا سر هم کردن. مخصوصا قزوینی سرکردار دروغگویان رسانه های شیعه فعلا این پروفسور آیت الله چرتکه است که ببینید در اینجا این روایت را از کتاب سلیم ابن قیس هلالی اینجا میاد مطرح میکنه. اما ما یک سری زدیم به کتاب‌های شیعه، چون ایشون همیشه ادعا میکنه که در علم رجال اگر در قم دوتا باشه یکیش ایشون هست و میگه که بیش از 200 تا مرجع و نمیدونم مجتهد و فلان و علان در قم دارن در اونجا برای ایشون در شبکه ولایت برنامه رو آماده میکنن. من نمیدونم که این 200 تا مرجع و عالم و استاد دانشگاه اینا کجا بودن که اون لحظه‌ای که آقای قزوینی شیخ مفید زمان و اگر در علم رجال هم 2 تا باشن در ایران، یکیش آقای آیت الله چرتکه از قزوینی، چرا در اینجا بیان نمیکنه که سلیم ابن قیس هلالی کتابش چه جایگاهی رو داره در نزد شیعیان؟ ما این زحمت رو ما میکشیم چون هدف ما بیدار کردن شیعیان هست و هدفمون این است که شما دینتون را با تحقیق و مطالعه بگیرید و به حرف این آخوندهای حیله‌گر و فریبکار گوش ندید. رجال ابن غزایری که یکی از کتاب رجالی شیعه هست، احمد جان نشون بده این صفحه اول این کتاب، این صفحه دومش، این هم شناسنامش، در قم چاپ شده این کتاب. در اینجا در ابان ابن ابی عیاش یکی از روات شیعه در مورد این شخص چی میگه؟ این شخص تابعی است. روی عن انس ابن مالک و روی عن علی ابن الحسین ضعیف لا یلتفت الیه، انسان ضعیفی است که به او توجهی نمیشه. و ینسب اصحابنا وضع کتاب سلیم ابن قیس الیه، و اصحاب ما
ساختن کتاب سلیم ابن قیس رو به ایشون نسبت میدن. یعنی ابان ابن ابی عیاش کسی بوده که کتابی رو به دروغ ساخته، کتاب سلیم ابن قیس رو ساخته و به او نسبت داده. یکی از راویانش هم ابراهیم ابن عمر است که یکن ابا اسحاق، که اینم ضعیف جدا. این در کتاب رجال غزائری. و در الموضوعات فی الآثار والاخبار، در اینجا الموضوعات فی الآثار والاخبار، هاشم معروف حسنی، اینم بیروت لبنان چاپ کرده، اینم شناسنامش. در اینجا روایتی رو ذکر میکنه. علی گفته که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن مردم با ابوبکر بیعت کردن و اولین کسی که با او بیعت کرد ابلیس است، در تصویر یک پیرمردی و شیاطین خودش رو جمع میکنه. این روایت رو در اینجا ذکر میکنه در کتابش و احمد جان اگر زوم بکنید در اینجا میگه که و یکفی، کافیست، هذه الروایه عیبا، برای به اصطلاح معیوب بودن یا عیبی که برای این روایت گرفته میشه، همین کافیست که این انها من مرویات سلیم ابن قیس، این از روایت های سلیم ابن قیس است. و هو من مشبوهین و المتهمین بالکذب، این از جمله انسان های مشبوه است و متهم است به دروغگویی. این روایت اینم در کتاب الموضوعات فی الآثار والاخبار که در مورد سلیم ابن قیس میگه. تصحیح اعتقادات الامامیه از شیخ مفید. تصحیح اعتقادات الامامیه در اینجا همین کتاب که در قم چاپ شده از شیخ مفیدشون هست، این هم شناسنامه کتاب. در صفحه 149 روایتی رو ذکر میکنه. بعد در اینجا چی میگه که در اینجا میگه که به روایت ابان ابن ابی عیاش، همون راوی که ذکرشو کردیم در ابن غزائری که گفته بود که متهم هست و دروغگو است، در اینجا میگه فالمعنی فی صحیح، معنی این روایت صحیح است، غیر ان هذا الكتاب غیر موثق به، این کتاب غیر موثق است، ولا یجوز العمل علی اکثره، و جایز نیست که به اکثر روایت های این کتاب عمل بشه. حصل فی التخلیط و تدلیس، در این کتاب تخلیط و تدلیس وجود داره. فینبغی للمتدین ان یجتنب العمل بكل ما فیه، برای انسان‌های متدین لازم است که از این کتاب، از کل این کتاب دوری بکنن. به نظر شیخ مفید آقای قزوینی انسان متدینی نیست که به روایت های این کتاب عمل میکنه. در اینجا در روایت قبلی در صفحه بعدش و میگه که تقلید للروات لیفزع الى العلماء فيما تضمنه من الاحاديث ليوقفه على الصحيح منها والفاسد والله الموفق للصواب، و میگن که این کتاب باید چیز بشه، احادیث صحیح و ضعیفش بررسی بشه و علما باید این کارو بکنن. اینم نظر شیخ مفید در مورد این کتاب هست. مامقانی در این کتابش مقباس الهدایه از علمای بزرگ شیعه هست، اینم شناسنامش. در مورد سلیم ابن قیس در اینجا چی میگه؟ کتابش المتهمون بالکذب، کسایی که متهم به دروغ هستند، و الوضع و تخلید و تدلیس، کسایی که حدیث جعل میکردن و تخلید و تدلیس داشتن، والذین یجب التبین فی نبهم عملا بکریمة ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، به این آیه باید عمل بکنیم که اگر انسان فاسقی برای شما خبری میاره در موردش تحقیق و جستجو بکنید. والمشهورون منهم هؤلاء، و کسایی که مشهور هستن از این فاسق هایی که دروغ میگفتن، حدیث میساختن، تخلید و تدریس داشتن و در مورد اونها باید تبیین صورت بگیره. ابان ابن ابی عیاش ابو اسماعیل البصری اتهم به وضع کتاب سلیم ابن قیس و تقدم کلام فی، این شخصی است ابان ابن ابی عیاش که کتاب سلیم ابن قیس رو ساخته، یک انسان کذاب، دروغگو، حدیث ساز. و جناب شیخ مفید زمان میاد و به این شخص روایتش رو ذکر میکنه برای اثبات دروغی که سالیان سال گفتن و دارن هنوزمون رو نشخوار میکنن. در کتاب رجال ابن داوود از مؤلفش ابن داوود حلی
در این کتاب هم در مورد این شخص از کسایی که از جمله مجروحین و مجهولین هستند که احادیث رو می ساختن، از جمله اینها ابان ابن ابی عیاش است، کسی که گفتیم که این شخص ضعیف است. میگه در اینجا قیل انه وضع کتاب سلیم ابن قیس، این کسی است که کتاب سلیم ابن قیس را جعل کرده و ساخته. آقای قزوینی میاد، پروفسور قزوینی به اصطلاح یا آیت الله چرتکه خودمون، میاد از این شخص و از سخنانی که این دروغگوی جعلکار در کتاب‌های خودش آورده نقل میکنه و حرفای اون رو مستندی قرار میده برای توهین به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و اینکه اینها آمدن و در خونه حضرت فاطمه رو شکستن و ایشون رو زخمی کردن. و این قزوینی حاضره که برای اثبات دروغ‌های خودش، برای اثبات روایت‌های باطلی که سالهای سال فریب دادن مردم رو، به هر کتابی، به هر حدیث جعلی و باطلی دست بزنه تا بخواد اون اعتقاد باطلش رو برای مردم ثابت بکنه. این نمونه‌ای بود از روایت هایی که این آقا داره و در شبکهشون که بارها ما پخش کردیم که این گونه روایت ها رو ایشون به خورد مردم میده. الان کسانی که طرفداری میکنن از ایشون، کسانی که به ساز ایشون میرقصن، بیان در مورد این روایت ها صحبت بکنن که چرا آقای قزوینی میاد و این روایت دروغ و ساختگی رو در اینجا به خورد بینندگان میده و یعنی خجالت هم نمیکشه، در حالی که ادعا میکنه که اگر در علم رجال 2 نفرم باشن یکی از اونها همین آقای قزوینی است.